یه نفر رو انتخاب میکنن، این که تشریف بیارید داخل اتاق، یه پرسشنامه هست، اینو پر میکنید، دم شما گرم، 20 دقیقه بیشتر زمان نمیبرن. اون فرد میره تو اتاق، کلی آدم دیگه نشستن که همشون خودشون از عوامل برگزار کننده آزمایشن، ولی هدف آزمایش اون یک نفره. میره تو اتاق، میشینه کنار بقیه، بعد چند دقیقه عوامل برگزار کننده از پشت صحنه یه آژیر به صدا در میارن به علامت خطر و کلی هم دود مصنوعی هل میدن تو اتاق با دستگاه که مثلا ساختمون آتیش گرفته. جالب اینجاست به عوامل پشت صحنه که مثلا نشستن اونا هم دارن پرسشنامه رو پر میکنن، گفتن که تکون نخورید، هیچ عکس العملی، هیچ ریاکشنی از خودتون نشون ندید. دوربینم این آزمایش میره فوکوس میکنه، تمرکز میکنه رو اون کسی که موضوع آزمایشه، سابجکت آزمایشه بهتره بگم. سرشو میاره بالای، نگاه میکنه، میبینه بقیه هیچ ریاکشنی از خودشون نشون نمیدن. یکم مردد میشه، چیکار کنم چیکار نکنم. آقا دود داره میاد تو، آتیش سوزیه، حالا الکیه، ولی تو باید فکر کنی که جونت در خطره، پاشو برو. نه، نفر اول این کار نمیکنه. در تمام مدت زنگ خطر و دود و اینا میشینه اونجا. نفر دوم، سوم، چهارم، خود کسی که این آزمایش رو برگزار کرد برگاش اصطلاحاً ریخته بود که آقا بلند شو برو، به بقیه، به چشم خودت اعتماد نداری، به درک و شهود خودت، به گوش خودت، به چیزی که میبینی اعتماد نداری و صرفاً برای اینکه همرنگ جماعتی جون خودتو به خطر میندازی در این حد. یه موقع از بقیه میگن فلان غذا خوبه، تو میگی نه، این مسئله جونته. تو اینجور موارد هم آدم‌ها همرنگ جماعت میشن، حتی اگه به ضررشون باشه، فقط به خاطر اینکه پذیرفته بشن، فقط به خاطر اینکه انگشت نما نشن، نگن فلانی چقدر عجیبه، نگن فلانی چقدر حرفای عجیب غریب میزنه، کارهای عجیب غریب میکنه. بالاخره یه نفر بعد از تکرار تفکر مستقل داره، بلند میشه میره. خدا میگه خدا رو شکر داشتم از ابنای بشر، از هم نوعهای خودم ناامید میشدم، بالاخره یه نفر پیدا شد. این آزمایش رو بازم برگزار کردن. یه مدل دیگه شو دیدم که چند نفر رو میذارن، یعنی میذارن که انسانن، چند نفر تشریف میارن توی اتاق میشینن، یه نفر موضوع آزمایشه، بقیه خودیان. چند تا خط میذارن جلوشون، خط 1 2 3 4، میگن کدوم بلندتره. واضحه که خط شماره 4 از بقیه بلندتره، طول بیشتری داره، ولی عوامل پشت صحنه میگن خط 3. بعد نوبت میرسه به اونی که موضوع آزمایشه، یارو مردده میگه یعنی چی؟ من دارم اشتباه میبینم حتما. اونم میگه خط 3. خطو که ولش کن، این آزمایش اولیه اصلا کافی بود. دود داره میاد، آتیش داره میاد، میشینه سر جاش. تو زندگی واقعی هم همینه. خیلی موقع هم به طور ناخودآگاه ما به قول خارجی ها کانفورم میکنیم، همرنگ جماعت میشیم. توی محیطی میری 5 نفر دارن راجع به یه موضوع خاص صحبت میکنن، یه چیزی براشون ارزشه که مثلا بریم فلان چیزو بخوریم، فلان کارو بکنیم، این ته عشق و حال و ته زندگیه. آقای فلانی یا خانم بهمانی برای اینکه پذیرفته بشه تو اون جمع و انگشت نما نشه، میگه آره دیگه حتما کار خفن، کار کول اینه، حتما منم باید این کارو بکنم، وگرنه من احمقم، من عقب موندم، من از زندگیم لذت نمیبرم، من درک درستی از زندگی ندارم. 5 نفر دارن اونطوری فکر میکنن. الزاماً این درست نیست. شاید حتی درست هم باشه، ولی برای اونا، شاید اونا اونطوری راحت ترن، ولی الزاماً تو نه. یکی میاد میگه ماشین چینی آشغاله، شاید برای یکی بهترین ماشین چینی باشه، شاید برای یکی بهترین گزینه ماشین کره‌ای کارکرده قدیمی باشه، شاید برای یکی بهترین گزینه عبور و مرور با مترو باشه. بشین توی جمع یک سری افراد که خیلی تجمل گران، شاید مسخره کنن کسی که با مترو تردد میکنه رو. حالا میری تو مترو میبینی خیلی از
اصطلاحاً حاجی بازاری‌ها، خیلی از بیزنسمن‌های تحصیل کرده اصلا ماشین زیر پاشون نیست، فقط با مترو وسایل حمل و نقل عمومی میرن اینور اونور. و اوج این قضیه رو وقتی می‌بینی که بخوای اهداف بزرگ داشته باشی، قدم‌های بزرگ برداری. خب طبیعیه اگه راه بیفتی تو کوچه و خیابون آدم‌ها رو نگاه کنی، به نظرت چند درصدشون دوست دارن که مثلا صاحب کارخونه بشن واقعاً و دوست دارن واقعا براش تلاش کنن؟ چند درصدشون دوست دارن یه فوتبالیست یا یک ورزشکار حرفه‌ای بشن، در حد المپیک مدال بیارن؟ درصد بسیار کمی. و اون فرد با همچین اهدافی، با همچین طرز فکری، با همچین دیدی، اگه بخواد دائم توی جمع و توی این گروه و اون گروه باشه و تاثیرپذیری بالایی داشته باشه، از راه به در میشه. یا باید تنها باشه تایم بسیار زیادی رو، که واقعا هم همینطوره، مایک تایسون، نیکولا تسلا، این اون. یا باید تنها باشه تایم زیادی رو، یا فوق‌العاده مسلط باشه به احساساتش و عواطفش و افکارش و نذاره که بقیه از مسیرش منحرفش کنن. نترسه از انگشت نما شدن، نترسه از اینکه متفاوت دیده بشه. یک واقعیته. یک کسی بخواد زیاد کار کنه، بره توی جمعی که دوست دارن مثلا زیاد تفریح کنن، خب اون جمع سعی میکنن متقاعدش کنن که آقا بس دیگه، مثلا نیاز نیست انقدر کار کنی. کسی بخواد فوتبالیست بشه همینطور، آخه اینم شد کار، اینم شد نون و آب. بعد همین اینا خیلی هاشون میشن و فوتبالیست حرفه‌ایه. تفکر کاربندی مثلا، شاید کاربندی برای خیلی ها بهترین گزینه است، ولی برای بچه اون نه، سعی میکنه بهش بگه که نه پسرم برو یه جایی با حقوق ثابت کار کن، فلان کن، بسار کن. و اگه طرف تاثیرپذیری بالایی داشته باشه، برخلاف میل باطنیش میره کارمند میشه، عذاب میکشه 30 سال، میگه من دوست داشتم برم کاسب شم، هنرمند شم، هر چیز دیگه. و ایناست دردای جامعه که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. همه ترجیح میدن پایتخت ببینن، 24 ساعته فوتبال دنبال کنن، باسن نگاه کنن تو فضای مجازی و باسنشون رو به معرض نمایش بگذارن، ولی راجع به این چیزا حرف نزنن. عجب شهر عجیبیه. ویدیوهای بعدی میبینمتون. See you next time.